سلام و درود دوستان، خوش اومد به این ویدیو. آقا یکی گفته بود چجوری موومنتمون روون‌تر بشه. آقا اولا که اون به سنسیویتیه، دوما یه پرکی هست که باعث میشه شما مسافت بیشتری رو موومنت بزنید و برید مستقیم. این پرکم اینه که براتون گذاشتم، نکنید چه فاصله یا میذاره شما موومنت بزنید. خیلی پرک خوبیه، مخصوصا تو رنگ بعد قلقش دستت بیاد وگرنه نمیشه. خب کار بعدی که میتونید بکنید، برید وارد بیسیک شید، برید پایین خیلی باز برید پایین تا اون قسمت ADS فقط نمیشه، هیچ نمیشه. ADS یه ستاره سفید بغلش، اینو بذارید رو اولی که باعث میشه شما خود به خود زوم ول کنه اسنایپتون و هر موقع زوم کنید زوم کنه. نه کنید منظورم چیه دقیقاً این بغل دیگه لازم نیست ضبط رو بزنید، زوم ول کنید خوش ول میکنه و این باعث میشه که شما نزدیک خیلی بهتر بزنید تا طرف بیاد زوم کنه شما زدینش. حالا اگر منظور چیز دیگه ای بوده داشت تو کامنت بگو که برات بگم. UAV recon standing by.